عجیب ترین حیوان روی زمین بدون شک پلاتیپوسه. یه موجود شگفت انگیز که انگار طبیعت حین طراحیش وسط کار نظرش عوض شده. پلاتیپوس ترکیب عجیبی از چند حیوان مختلفه. بدنش شبیه فوک دریاییه، اما سر و نوکش درست مثل یک اردکه. تازه برخلاف اکثر پستاندارها با دندون به دنیا میاد، ولی بعد یه مدت همه دندوناشو از دست میده و برای خوردن غذا از صفحات سخت داخل دهنش استفاده میکنه. عجیبتر از اون، پلاتیپوس چیزی به اسم معده نداره، یعنی غذا مستقیم از مری وارد رودش میشه. برای ذخیره انرژی هم از یه روش خاص استفاده میکنه و چربی رو توی دمش ذخیره میکنه تا توی زمانهایی که غذا پیدا نمیکنه ازش استفاده کنه. اما شاید عجیب ترین ویژگیش این باشه که تخم میذاره ولی بعدش به بچه‌ها شیر هم میده، چیزی که توی هیچ پستاندار دیگه‌ای دیده نمیشه. در کل پلاتیپوس یکی از اون موجوداته که انگار از ترکیب چند تا حیوان مختلف ساخته شده، اما دقیقاً همین ویژگی‌هاست که اونو به یکی از شگفت‌انگیزترین موجودات روی زمین تبدیل کرد. اگه دوست داری با عجایب دنیا بیشتر آشنا بشی، با فکت همراه شو.